عروسه. شبیه عروسه. واقعا بزن عروس. خب سلام بچه ها، نسل 7 جوجه هم گرفتم. این 3 تا کوچولو هنوز براش اسم انتخاب نکردیم. غذا خوردن بلد نبود، به زور کلش گردم توی ظرف غذا تا غذا بخوره. حدودی صبر کن بچه کانال با داشته باشن. شگوفی میگه اینو بذاریم کرمالو اشکن. بابا واسه خودتو ببینیم. سلام خوبی؟ فشار بدم به ترکی. بوم. اینا دونه 20 تومن بود که 3 تاشو 50 حساب کرد. براشون پودر ذرت ریختم الان. یکم غذا خوردن ولی خیلی خوابشون میاد. مخصوصا این کلوچه باید بخوابی. آهویه عروسه. شبیه عروسه. واقعا بزن عروس. اسم قشنگ. خوابید. ای جان میره. کلوچه این رو زمین بذاریم قطعا لش میکنه. هم رنگ زمینه. کلوچه خداش نرمی تو. آره دیگه این جعبه پست چسبکاریش کردید میگم بشه. صدام گرفته. اون هم تبلیغات دیلی مارکته که دم در خونه هم میذارن و همین. کلوچه بابا تقلب نکنی که بچه ها داشته باشن. تخت خوابشون بچه مزاحمشون نمیشه. او با جعبه چند تا سوراخ کنم که در میبندم که هوا داشته باشه. اومدم خونه تیتی پرسید چرا 3 تا خریدی؟ گفتم چون ممکنه یکیشون بمیره و مثلا اون یه دونه تنها بشه. 3 تا گرفتم که یکیشون بمیره حداقل 2 تا باشه، مگه نه تنها بشه یکیشون چیک چیک میکنه مغزمون رو میخوره. گشنه این دونه که نه پودر ذرت رو تموم کردم باید یکم براشون آب بریزم.